ظهر دیروز اداره کل هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرد. در پی این هشدار بارش‌های رگباری از عصر دیروز مناطق وسیعی از استان را در بر گرفت. بیشترین بارش از ایستگاه بلغان شیروان به میزان 28 میلیمتر ثبت شد. شدت بارش‌ها به حدی بود که سبب طغیان آب رودخانه‌ها و سیلاب در دو شهرستان شیروان و فاروج شد. طبق آخرین گزارش‌ها 4 نفر در سیلاب‌های شب گذشته جان خود را از دست دادند که 2 نفر در گلیان شیروان و 2 نفر در روستاهای استاد و چوکانلوی فاروج بودند. سیلاب در این روستاها به سازه‌های عمرانی، مسکونی، دامداری‌ها و کندوهای زنبور عسل و باغات خسارت وارد کرد. الان احشامی که زیر گل لای موندن باید اینا به هر حال در بیاد، ضد عفونی بشه. منازلی که غرق سیل باید تخلیه بشه. لایروبیا همه چیز برآورد خسارت که دیگه الان همه چیز خودتون شاهدید، هیچی نمونده دیگه. دام ما هم 30 تا گوسفند بی بالا بوده، در 15 تا همینجی بود. که سیل هر چی بده که بردارشم فکر. تمام زیر ساختی ما که بالا 70% که داغون شده. خونه‌های هم هولوش 15 تا از خونه‌ها که تخریب کامله تقریبا. سراسر رودخانه را رایروبی کردن، اینجا را پر کردن، عوض که رایروبی کنن پر کردن. کندوی منم تو باغ بوده. سیل انقدر زیاد بوده که عرض رودخانه رو کامل پر کرده بود. من چند تا کندوی زنبور عسل اون بالا داشتم. عرضم به حضورتون که کامل از بین رفته. یک دفعه دیدیم که تو باغم سیل آمد. نتونستیم بیایم. هی گفتن جماعت آمد گفت اجات حرکت نکن که از بین مری. هی اجات دیشب هم تو باغ همین بی پوشاک و بینا همه تو باغ مونده. سیلی که دیشب اومده از طرف جاده ساحلی انگار از دیوار ساحلی اومده بالا، چون دیوار خیلی پایین بوده، از دیوار ساحلی اومده بالا به خونه‌های مردم خسارت وارد کرده. 2 نفر فوتی جریانش چی بوده؟ اینا داشتن از باغشون داشتن می اومدن، انگار مردم بهشون گفتن نیاین، ولی خب با تراکتور بودن، انگار گوش نکردن، ولی تراکتور سیل اومده، تراکتور با خودش برده، 2 نفرم دیگه با خودش برده سیل. 5-6 بار هی پیرو زدیم که آقایان مسئولین ادارات، فرماندار محترم، اداره راه شهرسازی، دیوار ساحلی در معرض شبکه بهداشت ما 50 سانت کوتاهه. اگر روز تعطیلی مو بود، با توجه به اینکه روستای گلیان یک روستای مسافرپذیر است، شاید طلبات ما به 200-300 نفر میرسید. خدمات امدادرسانی دستگاه‌های مختلف در مناطق سیل زده در روستاهای استاد فاروج و گلیان شیروان ادامه دارد. در شب گذشته علاوه بر بحث جستجو، امدادرسانی به خونه‌هایی که دچار مشکل شده بودند و دچار آب گرفتگی شده بودند انجام شد. با توجه به اینکه زیرساخت‌های روستا دچار مشکل شده بود، دیشب از ساعت 12 شب تا 3 بامداد بستای غذایی 72 ساعته در بین تمام اهالی روستای استاد توزیع شد. آبرسانی خب الان لوله‌ها در حال حمل به روستا هست و قرار هست که چون شبکه اصلی آب آسیب دیده، انشالله به سرعت شبکه اصلی انشالله اصلاح بشه و بعد هم شبکه‌های فرعی که به سمت خونه‌ها هست هر جا مشکلی هست انشالله رفت. عزیزان بسیجی تا پاکسازی کامل اینجا حضور دارن، هم پاسداران عزیز ما هم بسیجیان عزیز ما کمک میکنن تا انشالله پاکسازی کامل انجام بشه و مردم عزیز ما مستقر بشن. اگه نیاز به کمک ها وسایل لوازم خانگی هم باشه، ما قطعا هماهنگ میکنیم با قرارگاه محرومیت مرکز و در اونجا تا جایی که توان داشته باشه به مردم عزیز این منطقه کمک خواهیم کرد. به محضی که اعلام شد که سیل اینجا رو خراب کرده و آب گرفتگی شده، گروه جهادی سریع سیل به محل تشریف آوردن و از همون لحظه کار امدادرسانی به همه مردم، هم از روستای استاد، روستای چوکانلو، روستای مازندران، هر کسی که آسیب دیده بود آغاز شد. به دلیل میزان بالای خسارات در فاروج صبح امروز ستاد مدیریت بحران استان در این شهرستان تشکیل جلسه داد. استاندار در این نشست از ستاد مدیریت بحران و مسئولان مرتبط خواست بدون فوت وقت برآورد خسارت کنند. تأکیدی که ما داشتیم این بوده که سریعتر ظرف روز جاری همون مواردی که مربوط به خدمات زیرساختی است در حد امکان اتصال برقرار بشه و هم گزارش جامعی از وضعیت خسارات به منازل، به مساجد، به ماشین‌ها و خانواده‌ها همه جمع‌بندی بشه که ما بتونیم به ستاد بحران وزارت کشور سریعتر این را گزارش کنیم. بررسی‌های اولیه از این سیلاب نشان می‌دهد بیشتر خسارت‌های جانی در شب گذشته به دلیل رعایت نکردن و جدی نگرفتن نکات ایمنی در هنگام وقوع سیل بوده است. سمان فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.